بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم در برنامه تفسیر نور به آیات 34 رسیدیم. این آیات و آیات ما بعدش خداوند عزوجل بیان مرحله جدیدی از زندگی آدم اول علیه السلام دارند. اون زمانی که به آدم در کالبد آدم اول رود میجه شد و به تمام ملائکه فرشتگان دستور داده شد که به این آدم از در تمجید و بزرگداشت سجده برند و سپس جایگاه آن بهشت پر نعمت را به انسان دستور داده شد برای سکونت موقت. و از پی حکمتی که خداوند عزوجل آن را تدبیر کرده بود، انسان دست به اشتباهی زد که به کیفرخواست این اشتباه خودش به زمین فرود آمد و در اونجا مرحله جدیدی برای انسان در روی زمین آغاز شد. آیات 34 تا 36 از قرآن کریم رو از سوره بقره امروز پی میگیریم و با معانی و مفاهیم جدیدی از این مبحث آشنا میشیم. ابتدا این آیات مبارکه را با تلاوت زیبا بشنویم و سپس به مباحث درسمون بپردازیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. در تفسیر این آیات ابتدا ما معانی کلمات مفرداتی داریم که در این سه آیه به کار برده شده. آیه 34، 35 و 36 سوره بقره. سپس به ترجمه آیات میپردازیم و از آن پس به شرح و تفسیر این آیات و ارتباط اونها با هم دیگر و با آیات ما قبلش و از آن پس درس ها و نکات آموزنده این آیات را با هم مرور خواهیم کرد. خداوند عزوجل در این آیات انسانها را به قصه و داستان خلقت آدم اول علیه السلام تذکر میده و اهمیت و حکمت باری تعالی را در این خلق جدید بیان میکنه و به چگونگی خلق انسان اول اشاره میکنه و اینکه چرا دستور داده شد و چگونه دستور داده شد تا از این نعمتها استفاده کند در بهشت، در حالی که در آن فریب خورد و با پیروی از شیطان پایش لغزید و به جهان دنیا منتقل شد تا در زمین علاوه بر کیفر اون اشتباهی کرده بود و تاوان اون جریمه‌ای که مرتکب شده بود بکشد، مرحله جدیدی که خداوند اقتضا کرده بود با حکمتش شروع بکنه برای نسل‌های آینده انسان‌ها. آیات را شنیدیم، بریم سر ترجمه معانی و مفردات اون. در آیه 34 خداوند عزوجل چنین آغاز کرد: اذ قلنا للملائکه. بازم واو در اینجا واو استئنافیه هست، یعنی بیاد آور ای پیامبر صلی الله علیه و سلم آن زمانی که و متذکر بشو مردم را با این حقیقت. و اذ قلنا، ما گفتیم. و خداوند عزوجل با اینکه یکتاست، فرد صمد هست، یکتا هست،
همتا و شریک نداره، ولی در مقام تعظیم از ذات اقدسش همیشه با جمع مطرح میکنه. قلنا، خلقنا. این نشان دهنده آن است که خداوند عزوجل در جایی که مقام خلق و تنزیل و عظمت و بیان قدرت اوست همیشه از جمع استفاده میکنه. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما الی آخره. پس بنابراین هر جا که اقتضا میکند خداوند عزوجل از آنها درباره مقام نشان دهنده قدرت لایزال و با عظیم خداوند، یا علم بزرگ خداوند، یا سعت رحمت و بیکرانی لطف و عنایتش باشه، اونجا که نشان دهنده قدرت خداوند و عظمت خداوند با جمع مطرح میشه همه جا. ولقد خلقنا، قلنا و امثال اون، در حالی که فرد هست. ما گفتیم، ما خلق کردیم، ما آفریدیم، اینطور. اما در یک جای قرآن فقط به صیغه فرد داریم و اونجا در مقام خلق انسان اول هست و همچنین در مقام دعوت به توحید. در جای از قرآن کریم میخوانیم آیه از قرآن کریم که فرماید خلقت بیدی، یعنی آدم اول را من با دستانم آفریدم. و در سوره زاریات میفرماید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من به مفرد ذکر کرد، به تنهایی، متکلم وحده است. پس بنابراین در این دو مقام تون خداوند میخواد اولا نشان بدهد که انسانی که به تنهایی خودش آفریده است، خودش اون را خلق کرده، میخواد بگه که این بنده منه فقط و من از اون به اون دستور میدم و از اون طاعت و بندگی میخوام. و آنجایی که همطور در سوره زاریات همین معنا را دوباره تکرار میشود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا تنها عبادت کنند یا توحید و یکتاپرستی مرا به جای آورند. پس قلنا در اصل صیغه جمع است که همون بر ذات اقدسش تنهاش اطلاق میشه، ولی چون مقام تعظیم و بزرگی است و نشان دهنده قدرت و عظمتشه با جمع مطرح شده. آن زمانی که گفتیم، خداوند عزوجل میفرماید ما گفتیم، و اذ قلنا للملائکه و لام یعنی برای الملائکه یعنی فرشتگان. همونطور که در درس گذشته توضیح دادیم جمع ملک هست و فرشته است و فرشتگان موجوداتی هستند که از نور آفریده شدند، نورانی، و در پی طاعت و بندگی عبادت هستند. لا یسأمون به تعبیر قرآن، لا یفترون، یعنی ملالت بهشون دست نمیده، خستگی بهشون دست نمیده، همیشه مشغولند، شبانه روز مشغولند، هر کس به کار خودش و اصناف متعددی دارند که خداوند عزوجل اونها را از پی کاری آفریده. در روایتی که امام مسلم ابن حجاج نیشابوری رحمت الله علیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن، ایشون فرمودند که خلقت الملائکه من نور، ملائکه از نور آفریده شدند، و خلقت الجن من مارج من نار، و جنها از زبانهای آتش آفریده شدند. لهب یا مارج به آن زبانهای سیاه شعله های تند آتش رو میگن. و همچنین خلقت آدم مما وصف لكم، و آدم علیه السلام از اون چیزی خلق شده است که برای شما وصف شده. چون در قرآن کریم وصف خلق آدم آمده است. آدم اول در بارها آمده که آدم اول از تراب، و اما آدم های بعد از چیه؟ از نطفه است. پس بنابراین الله سبحانه و تعالی به ملائکه اینطور دستور میدن. دستور در چیه؟ دستور بر اینه که سجده کنند بر آدم اول. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. آن زمان را بیاد آور که پروردگارت به ملائکه چنین فرمود که من خلق کننده بشری از گل هستم. فاذا سویته، پس هنگامی که اون را آمادش کردم، درستش کردم، ساختمش، و نفخت فیه من روحی، و در آن از روح خودم دمیدمش، فقعوا له ساجدین. فقعوا له ساجدین یعنی همه بر آن به سجده افتادند. بر چی؟ بر آدم اول. فسجد الملائکه كلهم اجمعون
الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. همه ملائکه سجده کردند بدون استثناء مگر ابلیس که استکبار ورزید، تکبر کرد و از جمله کافران گشت. حالا اینجا یک مبحثه که آیا ملائکه که مورد خطاب این آیات هست از جمله همون ابلیس هم شامل ملائکه میشه؟ بحث طولانی است و جدال زیاد پر سر و صدایی است بین مفسرین. آنچه که لب مطلب و مختصر سخن است اینه که به نص قرآن کریم در سوره کهف آنجایی که خداوند عزوجل میفرماید و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. هنگامی را بیاد آورد که ما دستور دادیم به ملائکه، گفتیم که همه سجده کنید، همه سجده کردند، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش روگردانی کرد و سر باز زد. پس ابلیس از نظر طینتش نور نیست، پس از جنس ملائکه نبوده، اما با ملائکه در خدمت خداوند مشهور بود، از جن بود است. خداوند عزوجل در همین آیه فرمود و قلنا للملائکه اسجدوا، سجده کنید. فعل امر هست، دستور هست، سفارشه و اینجاست که برای وجوبه و ملائکه هم که امر خداوند را پشت سر نمیذارن، هرچی دستور شنیدن اجرا میکنن. اسجدوا یعنی سجده کنید. و میدونید که سجده یک نوع عبادته، ولی در اینجا سجده عبادت نبوده. اونطور که ملائکه، اونطور که مفسرین میفرمایند ملائکه به آدم اول علیه السلام سجده عبادت نکردند، بلکه سجده تعظیم، اون تعظیمی که خداوند خواسته بود برای بزرگ داشت و عظمت نشان دادن. و الا سجده عبادت جز برای خداوند جایز نیست. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. و بعضی از مفسرین بر این مقوله هستند که سجده برای آدم نبوده بلکه برای خداوند بوده است، به خاطر این بزرگداشت این کاری که انجام گرفته، یا به مناسبت خلق موجود جدید اومدن از خداوند چیکار کنن؟ تمجید بکنن و تشکر بکنن و امر خداوند را به جا بیارن. ولی آیات صریح نشون میده که امر برای ملائکه اینگونه بوده است که بیایید سجده کنید به آدم. اسجدوا فقعوا، اینجا در آیات متعدد دادیم خداوند عزوجل میفرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فقعوا له یعنی چه؟ یعنی افتادن برای او، برای آدم به سجده افتادن، نه برای الله سبحانه و تعالی. یا مثلا در سوره دیگری که سوره صاد هست خداوند عزوجل میفرماید قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ای ابلیس چه تو را باز داشت از اینکه سجده کنی بر آن چیزی که من به دستان خودم او را آفریدم. پس بنابراین خداوند عزوجل صراحتا از ابلیس توضیح میخواد که چرا سرباز زده از سجده بر آدم. پس سجده برای آدم بوده، اما سجده طبعا به طبیعت حال میتوان یقینا گفت که سجده عبادت نبوده، بلکه سجده تعظیم به بارگاه خداوند عزوجل بوده. اون هم رو به چه؟ به آدم علیه السلام که نشانه خلق جدید است. پس بنابراین سجده در اصل عبادت است و در فرهنگ دینی و اسلامی جز برای خداوند جایز نیست. یعنی اگر انسانی در مقابل دیگری میخواد دوستش داره، عظمت اون را و محبت اون را نشون بده، میتونه تشکر بکند به زبان، میتونه ذکر محاسنش بکنه و اون را به خوبی یاد کنه، میتونه از اون تعریف و تمجید بکنه در حد معقول، نه در حد زیاده روی مبالغه. اما این که به اون کرنش بکنه با رکوع، یا اینکه به خاک بیفتد به سجده بیفتد در خاک، این روا و جایز نیست به دلیل نصوص قطعی قرآن کریم که خداوند بارها دستور داده است که چی؟ یا ایها الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا افعلوا الخیر لعلکم ترحمون او تفلحون. و رکوع و سجود یکی از بهترین عبادت هاست برای الله سبحانه و تعالی و برای هیچ بنده‌ای و هیچ انسانی و هیچ موجودی جایز و روا نیست.
سپس فرمود لآدم، یعنی برای آدم، همون ابوالبشر، پدر آدم اول، پدر انسان ها، به همین خاطر بهش ملقب به ابوالبشر هست. فسجدوا، یعنی پس سجده کردند، الا فسجدوا الملائکه كلهم اجمعون، به آیات دیگر اگه تفسیرش کنیم فسجدوا الا ابلیس. اینجا چون در اولین آیاتی است که قرآن کریم پرده از داستان خلق آدم و طریقه آفرینش میکنه، مختصر بیان میکنه و در سوره های دیگر به طور مفصل میاد که انشاءالله در اونجا به مباحث خودش به طور مفصل اشاره خواهیم کرد. الا ابلیس، مگر ابلیس. الا حرف استثناست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه چیزی صورت گرفته، وقتی بعدش الا قرار بگیرد، یعنی مگر فلان چیز، همه این کار رو انجام دادن مگر فلانی، جز این چیز. حالا این دو حالت داره، یا این که آن چیزی که کاری که صورت گرفته، یا اون انسان ها یا اون موجوداتی که قبل از الا هستن یا بعد از الا از یک جنسن، بهش میگن این استثناء متصل هست. مثل میگن همه مردم اومدن جز احمد، همه اومدن مگر احمد، یعنی احمد یکی از مردمه ولی نیومده. ولی اگر که از دو جنس متفاوت بودن، اونجاست که میگیم استثناء منقطع هست، یعنی الا در اینجا اون جنس قبل و جنس بعد یکی نیستن. و همین مورد بوده که مفسرین به اختلاف دادن که آیا ابلیسی که بعد از الا قرار داده یکی از ملائکه است یا از جمله اونهاست. گفتیم که رأی راجح و صواب و قول درست اینه که از جنس ملائکه نبوده و این دلیل قرآنی ثابت کرد در سوره کهف که چی؟ کان من الجن، که همه سجده کردن مگر ابلیس که از جن بود. پس از اصل در بارگاه خداوند عزوجل بوده، به خزانه‌داری و نگهبانی بهشت مشغول بوده، ولی از جمله ملائکه نبوده، بلکه در خدمتگزاران بارگاه الهی بوده. الا، پس گفتیم که این حالت داره. و ابلیس، اما کلمه ابلیس از ابلسه گرفته شده، یعنی نومید شدن، یعنی خداوند نومیدش کرد، در حالی که اسم ابلیس گفتن در اصل حارس یا اسمهای دیگری بوده، حالا ما کار نداریم. و یکی از مثلا جنهایی بوده قوی و عالم و دانشمند که در خدمت بارگاه الهی بوده و خدمت میکرد در جمله سایر ملائکه و نگهبانی از نگهبانهای بهشت بوده. ولی وقتی که از امر خداوند سر باز زد و سر باز زدنش هم شاید از این جهت بود که به علم خودش مغرور شد و خودش رو برتر از در خلق و آفرینش از انسان برتر دانست. گفت این آدم خاکی را آفرید در حالی که من از آتش هستم و قوی تر از آنم. یا به علمش افتخار کرد و گفت من خیلی دانا هستم و دانشمندم. و هر کدوم از اینها انسان به طینت و اصلش یا به علمش اگر افتخار کنه و اون را به اصطلاح به غرور وادار بکند، اینجاست که خداوند اون رو مایوس میکنه. و اینجاست گفت که ابلسه الله، یعنی چی؟ یعنی خداوند اون رو از رحمتش دورش کرد و نومیدش کرد. پس ابلیس یعنی محروم از رحمت، محروم و دور از رحمت خداوند. و از اون لحظه غرور و تکبر و سرباز زدن از سجده بر آدم ابلیس نام گرفت. و بعد از این فرمود که الا ابلیس ابا. ابا یعنی چی؟ یعنی ابا کرد، خودداری کرد، سرباز زد. ابا و استکبر. وقتی سرباز زد و خودداری کرد از با غرور و تکبرش، فرمود که ابا و استکبر. علت این خودداریش چی بود؟ استکبار بود. و استکبار یعنی چه؟ یعنی این که انسان طلب غرور میکند، یه چیزی که نهادی که داره، یه چیزی که باعث امتیازش میشه بر دیگری، سعی میکنه به رخ دیگران بکشه، بگه که من بهتر از فلان هستم، من چرا باید زیر دستش باشم، من چرا باید سجده کنم الی آخری. اینجا بود که علت اون ابا و خودداری کردن و سرباز زدن ابلیس هم در این آیه مطرح شد که اون غرور و تکبرش بود. ابا و استکبر و کان من الکافرین، و از جمله کفار شد. کفار یعنی ناسپاسان، یعنی قدر اون نعمت‌هایی که درش به سر می‌برد ندونست و خداوند اون رو از رحمت خودش برای همیشه محروم کرد. ترجمه این آیه 34 بر اینه که بیاد آور و قلنا للملائکه، بیاد آور ای پیامبر صلی الله علیه و سلم و متذکر شو به تمامی انسان‌هایی که این سخن را میشنوند. آن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند مگر ابلیس که خودداری کرد و تکبر ورزید
و از زمره کافران شد. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. معانی کلماتی که در آیه 35 قرار داره، در آیه 35 خدا میفرماید و اذ قلنا لآدم اسکن انت و زوجک. و قلنا لآدم اسکن انت و زوجک. اسکن یعنی سکونت گزین، سکنا، ساکن باش. در کجا؟ شما و همسرت. انت و زوجک. انت اصلش لازم نبوده بلکه به خاطر تأکید هست، چون از اسکن یعنی شما سکونت گزین، ولی انت برای تأکید اومده و همچنین برای مجانست، به خاطر اینکه بعد از اون انت و زوجک یعنی شما و همسرت که آدم اول بعد از این خلق شد و خلقش تمام شد، خداوند عزوجل از پهلویش همسرش را هم آفرید به نام حوا. پس بنابراین زوج هم یعنی همسرت یا زنت، که زوج در لغت عربی هم به مرد و هم به زن به طور یکسان دلالت میکنه و احتیاج به تأنیث نداره. یعنی زوج وقتی گفته شد هم معنای زن میده هم معنای شوهر میده. پس بنابراین اسکن انت و زوجک یعنی سکونت گزین شما و همسرت. الجنت همون جنت مشهور و معروف، به خاطر که با الف لام تعریف اومده به معهود، چیزی که مشخص هست در ذهن شنونده، همون بهشتی که خداوند عزوجل آفریده برای پاداش همه انسان ها بعد از عمل صالح. ولی اون زمانی که هنوز آدم اول بود، خداوند دستور داد که حالا برید در این بهشت، در این استفاده کنید و از اون نعمت های اون هر چی خواستید بخورید. فکلا منها یعنی بخورید شما دو نفر، آدم و همسرش حوا. منها یعنی از این بهشت، یعنی هر چی خواستید از تمام نعمت های خوردنی و آشامدنی. فکلا منها رغدا حیث شئتما. رغدا یعنی گوارا و بسیار فراوان و بی دردسر، یعنی از این نعمت های فراوان و بی دردسر هر چی دلتون خواستید بخورید. حیث شئتما یعنی هر کجا که خواستید، در هر جایی که خواستید از این بهشت استفاده ببرید. ولا تقربا و نزدیک نشوید. و این کنایه است از شدت نهی، به خاطر اینکه ولا تقربا هذه الشجره یعنی به این درخت نزدیک نشوید. منظورشه که از میوه های این درخت استفاده نکنید، حتی بیش هم نزدیک هم نشو. پس این در برای تأکید بر نهی هست، برای اینکه میخواد بگه که هرگاه فکر این درخت رو نکن، ازش دور شو. ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین. به این درخت نزدیک نشید، پس اگر نزدیک شدید و خوردید و استفاده کردید چی میشه؟ شما از جمله ظالمین و زیانکاران قرار میگیرید. زیانکاران. حالا در ترجمه این آیه میتونیم مختصرش کنیم. آیه 35 که خداوند عزوجل فرمود و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از آن هر چه و هر کجا خواستی گوارا و فراوان بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید و از آن نخورید که اگر چنین کردید از زمره زیانکاران خواهید شد. آیه 36 در ادامه این مبحث خداوند عزوجل در آیه 36 چنین آیاتی را فازلهم الشیطان عنها. شیطان همون ابلیسه، ولی زمانی که از رحمت خداوند مایوس شد لقب شیطانی و طرد از رحمت بهش گرفته شد. و شیطان هر چیزی که از خیر دور باشد و به شر نزدیک باشه بهش میگن شیطان، انس باشد یا جن باشه. فازلهم الشیطان یعنی پس گمراهشون کرد، منحرفشون کرد، فریبشون داد. اون دو نفر آدم و حوا را شیطان این کار را انجام داد. عنها این اشاره به چیست؟ از چی؟ از درخت یا از بهشت؟ هر دو معنا جایز و وارده و هر دو معنا هم اهل تفسیر بهش مقوله هایی دارند. پس بنابراین اگر به معنای درخت گرفتیم یعنی شیطان گولشون زد، فریبشون داد، اون درخت را مزین کرد تو دلشون، تو دل آدم و حوا اینطور حب به این درخت قرار داد که برن بالاخره تجربه کنن این درختی که منهیه و نهی شده چیه، به طرف اون کشیده بشن. یعنی لغزیدن در اصل، باشون لغزید برای اینکه این گناه را، این عصیان را انجام بدن. یا اینکه فازلهما الشیطان عنها یعنی اینکه با این کار
برای همیشه اسباب بیرون آمدن و با لغزش گناهی که باعث بشه از این بهشت بیرون برن. هر دو معنا هم وارد هست و جائز و درست و رواست. فاخرجهما مما كان فيه، پس شیطان مثل اینکه بیرونشون کرد با این فریب اسباب خروجشون و اخراجشون از بهشت را فراهم کرد. فاخرجهما، پس اون دو نفر را یعنی آدم و حوا را بیرونشون کرد. مما كان فيه، مما كان فيه یعنی از آنچه که آن دو درش بودن، از اون نعمتها و از اون بهشت برین و از اون نعمتهای فراوان بیرونشون کرد. در ادامه آیه خداوند عزوجل میفرماید خطاب و قل نهبطوا، قل نهبطوا یعنی گفتیم، ما دیگه دستور دادیم. آنجا که الان ده عصیان و نافرمانی است و اطاعت و پیروی از شیطان هست، از ابلیسه، چی میشه؟ گفتیم که فرود بیایید. هبوط یعنی فرود آمدن، پایید بروید از بالا به پایین، و نشون میده که بهشت در آسمان هاست. بهشت عالمی است، در این عالمی است که در قرب پروردگار الله سبحانه و تعالی قرار، در حالی که و به همین خاطر درجات دارد بهشت. اما برعکس جهنم چی؟ درکات و رتبه های رو به پایین هست، به خاطر اینکه در اسفل سافلین رو به پایین میره. اینجاست که خداوند فرمود و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر قرار میگیرید در دنیا از روی کینه، حسادت و تسابق در کارهایی که نارواست، اونجا دیگه حالت دشمنی به هم دیگه پیدا میکنید. برید تو زمینی که اونجا مستقر هستید، دستور اخراجشون صادر میشه و اونجا فرود می آیند، پایین بروید. و عدو و میان دشمن و مستقرم یعنی قرارگاه و جای زندگی. و لکم فی الارض متاع الی حین، متاع یعنی کالا یا وسیله استفاده تا زمانی که خدا بخواد. الی حین، تا زمانی که خدا بخواد. گفته شده الی حین یعنی تا وقتی که اجل این شما یا اجل این دنیا فرا برسد. ما میدونیم که دو نوع قیامت یا دو نوع عمر وجود داره. یک عمر نسبت به تک تک انسان ها، هر انسان یه زمانی به وجود به دنیا میاد، یه زمانی از دنیا میره. این مرحله استفادهش متاع الی حین نسبت به شخصه، اما نسبت به کل انسان ها زمانی که دنیا بنیان شده و زمانی که دنیا کن فیکون میشه و همه از بین میره میشه الی حین. پس تا زمان قیامت زمان استفاده و بهره برداری انسان ها از چیه؟ از زمین هست. ترجمه این آیه با توجه به این مفاهیمی که مطرح کردیم اینه که پس شیطان فازلهم الشیطان، پس شیطان آنها را از بهشت لغزانید و ایشان را از آن چه در آن بودند بیرونشان کرد و به آنان گفتیم. تا اینجا ابلیس کارش انجام داد. خدا میفرماید و به آنان گفتیم، یعنی به آدم و حوا علیهم السلام، به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی از شما بعضی دیگر را به دشمنی میگیرند و برایتان در زمین برای مدت محدودی مقر و جای زندگی قرار داده ایم. متاع چیزی که انسان بتونه از اون استفاده کنه. پس با توجه به این معانی و مفاهیمی که از این سه آیه گرفتیم میتونیم بگیم خداوند عزوجل شیطان را در کمین انسان مکرم قرار داده و این حکمت. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از اون کاری که میکنه سوال نمیشه. پس بنابراین انسان باید حواس جمع کنه. برای این همه نعمت ها به هر حال یک کمیگاهی هم هست، حواس انسان باید جمع باشه. اسباب اخراجش رو فراهم کرد. پس بنابراین شیطان با اون زیرکیش اومد انسان رو فریب داد و از بهشت بیرونش کرد. انسان با پیروی از شیطان به خود ظلم کرد، اومد یک کاری بکنه، گول خورد و تاوان اون هم پرداخت کرد. برای کیفر به زمین فرود آمد، ولی در اصل حکمت تمامی کارهایی بود که خداوند عزوجل مهیاش کرده بود. داستان واقعی و تلخ انسان اول را انسان باید همیشه بخونه تا اینکه از اون درس بگیره. و به همین خاطر است که لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین هست. درس ها و نکات آموزنده ای که ما در این سه آیه داریم اینه که تذکر به فضل و برتری انسان باید همیشه به خودش وقتی برمیگرده، به داستان انسان اول برمیگرده، میدونه که چقدر معزز و مکرمه. خداوند همه نعمت‌ها رو بهش داده، برترش کرده، توان بهش داده که از این نعمت‌ها خوب استفاده بکنه. پس باید قدر این
برتری و ارجحیت و اینکه اشرف مخلوقات هست بدونه. تذکر به عاقبت بد حسد و غرور. میدونیم که شیطان با اینکه یکی از مقربان درگاه الهی بود، هرچند جن بود، ولی چون حسد ورزید به انسان و غرور کرد در مقابل خداوند و امر خداوند را کنار گذاشت و سرباز زد، اینجا بود که چیکار کرد؟ خداوند از رحمتش محرومش کرد و برای همیشه مطرودش کرد. تذکر به دشمنی شیطان با انسان. انسان باید بدونه همیشه شیطان در کمینشه و باید خودش رو آماده این جنگ و مبارزه بکنه. ارزش والای انسان در بارگاه الهی چقدر زیاد بوده که دستور به سجده به اون داده شد. زشتی گناه اونقدر زیاده که نعمت را به نقمت و خوشی را به عذاب تبدیل میکنه. حکمت خداوند در خلق و آفرینش نیست. یکی از حکمت‌های بسیار جالب و زیبایی است که انسان‌ها باید درک بکنند. اگر خداوند کاری بخواد زمینه اون را فراهم می‌کنه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعید. این سه آیه در ادامه اون آیات ما قبلی که از زمانی که خداوند فرمود اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، دانستیم که خداوند عزوجل میخواهد انسانها را در روی زمین قرار بده که اسباب زندگی را به طور کامل و راحت براشون مهیا کرده. پس باید زمینه این زندگی را آنطور که خدا میخواهد و از توان انسان هست، در توان انسان هست، خوب از اون بهره برداری کنه و سعی کند که در این زمینه اون شیطان رانده شده از بارگاه الهی که همیشه در کمینه است را خوب بشناسد و از حیله ها و مکرهای اون در امان خودش رو نگه داره، تا اینکه وقتی که به خداوند بازگشت بتونه با روسفیدی باز به همون نعمتی که خداوند مهیاش کرده واسه آدمهای صالح و نیکوکار که بنده مطیع خدا هستند به اونجا دست یابه و در سایه اون نعمتهای برین الهی در آخرت منعم باشه. موفق و مؤید باشید. خداوند یار نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله